سوره نازعات جزء 30 آیه 16 تا 46. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذ ناداه ربه بالوادی المقدس طوى. آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی ندا داد و فرمود: اذهب الى فرعون انه طغى. به سوی فرعون برو که او طغیان کرده است. فقل هل لك الى ان تزكى. پس به او بگو آیا می‌خواهی پاکیزه شوی؟ واهديك الى ربك فتخشى. و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم آنگاه از او بترسی و فرمان بردار شوی. فاراه الآية الكبرى. پس موسی معجزه بزرگ را به او نشان داد، فكذب وعصى. اما او تکذیب کرد و عصیان ورزید. ثم ادبر يسعى. سپس پشت کرد و به کوشش و تلاش علیه او پرداخت. فحشر فنادى. پس قومش را جمع کرد و ندا داد. فقال انا ربكم الاعلى. و آنگاه گفت من پروردگار برتر شما هستم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. پس خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. بیگمان در این واقعه عبرتی است برای کسی که از خدا می ترسد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. آیا آفرینش شما سخت تر است یا آسمان که خداوند آن را بنا کرد؟ رفع سمكها فسواها. سقف آن را برافراشت سپس به آن شکل و نظم داد. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. و شبش را تاریک و روزش را روشن گردانید. والأرض بعد ذلك دحاها. و زمین را بعد از آن گسترانید. أخرج منها ماءها ومرعاها. و از آن آب چشمه ها و چاه ها و چراگاهش را بیرون آورد. والجبال أرساها. و کوه ها را محکم و استوار بر روی زمین قرار داد. متاعا لكم ولأنعامكم. همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهار پایانتان است. فإذا جاءت الطامة الكبرى. پس هنگامی که آن حادثه بزرگ فرا رسد، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. در آن روز انسان تمام اعمال و تلاش های خود را به یاد آورد. وبرزت الجحیم لمن یرى. و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می شود. فاما من طغى. پس آن کس که طغیان و سرکشی کرده باشد وآثر الحیاة الدنیا. و زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح داده باشد، فإن الجحیم هی المأوى. پس بی تردید جهنم جایگاه اوست. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بیمناک بوده و نفس را از هوا و هوس باز داشته باشد،
فإن الجنة هي المأوى پس قطعاً بهشت جایگاه اوست. يسألونك عن الساعة أيان مرساها ای پیامبر، درباره قیامت از تو میپرسند که در چه زمانی واقع می شود. فيما أنت من ذكراها تو را با یادآوری این سخن چه کار است؟ إلى ربك منتهاها سرانجام و منتهای علم آن نزد پروردگار توست. إنما أنت منذر من يخشاها ای پیامبر، تو تنها بیم دهنده کسانی هستی که از آن میترسند. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها روزی که کافران قیامت را ببینند چون این احساس می کنند که گویی در دنیا جز یک شامگاه یا چاشتگاه درنگ نکردند.